چروک. دم مرگ از سنش خجالت نمیکشه. این کارا واسه جووناست. خر چروک. چندش نچسب. دلقه که مجازی آدم شده واسه من. اینا خانواده ندارن ولن تو مجازی پر شده از این بچه ها. له و لعب فسق و فجور. خر داره میترکی. به خودت برس، یه رژیمی چیزی بگیر. بدبخت شوهرش هرچی پول در میاره میریزه تو حلقه این. ای خدا ما رو ببخش. خود خر. ای خدا، این استخونه داره میشکنه از لاغری. یه چیزی بخور خاک تو سر. معتاد فکر کنم، زیر چشماش چروکه. بدبخت شوهرش چجوری اینو تحمل میکنه. ای خدا استغفرالله. خر ایه. یا ابوالفضل این معلوم نیست قبل عملش چی بوده که الان این شدی. میمون هر چی زشتر بازیش بیشتر. اینا هم که جوونای ما رو از راه به در میکنن. ای خدا. خر خوبیه. وای ترسیدم، چقدر زشته. یکم آرایش نمیکنه. دماغش مثل خرطوم فیل. این چرا عمل نمیکنه؟ سیبیل داره. میگن زنه اخلاق نداشته شوهرشو میزده. نه، میگن شوهرش خیانتکار بوده. خدا شانس بده، همه زشتا شانس دارن. 2 روز دیگه طلاق میگیرن. درست اسکل فکر کرده کار شاقی کرده. 2 نفر بودن کلا این اول شدی. تازه حجابش هم رعایت نمیکرد. اینان که آبروی ما رو میبرن. این از اول هم این نبود. کسی که به فکر خودنمایی باشه میبازه. آخی بنده خدا مرد. چقدر آدم خوبی بود. برم ازش استوری بذارم. خر خوبی بود. ای خدا. قضاوت کار خداست نه بنده خدا. مرده پرست نباشیم تا زنده این با هم مهربون باشیم.